دخترکوی جون سوال میتونه که پای مدینه جون یکون جوی کار نمیدونی کار کنیم. شرکتی با نفوذ ارسک در شما توصیه میتونم که زیاده از میلیون زنای تاجیکی مخچان در ارسک رجیستراسیون کردن و خودی من نیست خدمت رجیستراسیون کردم. اپای فرشته اویلکوش با 20,000 سومون رسیده در شرکتی با نفوذ ارسک که ترکیه است. والما مال و محصولاتی بهترین ارسک خریداری میکنیم، برابرش اویلیگ میگیریم. برای خودمون فرزندامون بهترین کسمتیکا ها در همین شرکت ارسک است. دخترکای جون بیاید معلوماتی بیشتر و زیادتر اپای فرشته میگیریم. رقمی که در بالای اکران میبینید رقمای اپای فرشته. من خدمت رجیستراسیون کردم، کاری بهترینه. دخترکای جون شما را 18 دورم بیاین قطعی کار کنین، مردان ننویسین، کار فقط برای زنهای خونشین فرزنددار و در یک روز 30 دقیقه خطانه قطعی مصرف میکنین. بیاین دخترکای جون، همین روز من شما را 18 دورم در گروه. خطانه تیز رجیستراسیون کنین، اپای فرشته داد نویسین. خب